قدم دوم عمل در قدم سوم اخلاص برای ما نصیب کنه. روایت موقوف است، علامه آلوسی در تفسیر روح المانی نقل میکند از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه: الناس كلهم هلكا الا العالمون. تمام مردمان هلاک هستند، کسان و آنان که نجات یافتند اونا علما هستند. علما نجات یافتند، به وساطت علم خیش از ورطه هلاکت نجات یافتند. والعالمون كلهم هلكا، علما تمامیشان هلاک شدند. الا العاملون، مگر آنانی که بر علم خیش عمل کردند. والعاملون كلهم هلكا، آنانی که عمل میکنن هلاک شدند. الا المخلصون، مگر آنانی که در عمل اخلاص به الله تبارک و تعالی دارند. والمخلصون على خطر عظیم، و مخلصان در خطر عظیم هستند. یکی مخلص است و انسانی که بصیغه اسم فاعل که اخلاص در عمل میکنه، پیشه خود را اخلاص گردانیده. دوم مخلص است آنی که صفا شده و خالص کرده شده. تمام انبیاء که در قرآن الله تعریف میکنه و کان من المخلصین، از جمله خالص شدگان الله سبحانه و تعالی اند. ما باید در عمل اخلاص هم داشته باشیم. چیزی که لازم میدانم بلکه فرض میدانم که وجیبه همه ماست وحدت است. آخرین نکات است. و شما عموما و به علماء کرام به امرای احترام و ادب که به ایشان دارم خصوصا یک عریضه را پیش میکنم. این جامعه‌ای که به طرف فساد رفته است، به طرف زبونی و خواری و ذلت رفتیم، واحد علتش عدم وحدت و نااتفاقی ما و شماست که ما اتفاق نداریم. در میان ما رخ نکردن، بیگانگان جای گرفتن، ما را در تحت استعمار خود قرار دادن. برادر با برادر دشمن شد، عالم با عالم دشمن شد، پدر با بچه دشمن شد. اختلافات در جامعه ایجاد شد. تا این اختلافات ریشه‌کن نشود، این سم پرستی از بین نرود، این نژاد پرستی و لسان پرستی از بین نرود. و ما من حیث مسلمان واحد امتی حضرت محمد رسول الله علیه السلام مبارک به جامعه تبارز نکنیم، این هلاکت دیگرم سرازیر می شود و ما را در زیر خود می گیرد. باید وحدت داشته باشیم. و خصوص علماء کرام بیاییم که اختلافات کوچک و ریزه در یک پهلو بگذاریم و با اساسات و قواعد و بنیان دینی متوجه شویم که مخربین اسلام یهود و نصارا اونها میخواهند که امت محمد رسول الله و دین اسلام را از بین ببرند. اما من میدانم که ارمانشان را به گور میبرند. افغانستان ملت با غیرت است، دین پرور است، مجاهد پرور است. انشاءالله کفار در اینجا کامیاب نمی شود. اما ضرورت به وحدت ما هست، خصوصا وحدت علماء کرام. باید واحد باشیم، باید نفاق نداشته باشیم، قلب و زبانمان باید یکی باشه، یکی در پشت دیگر حرف نزنیم. علماء کرام بیاین برادری را اختیار کنیم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارک می فرماید: اخوف ما اخاف علی امتی منافق علیم اللسان یجادل بالقرآن. رواه احمد، راوی حضرت عبدالله بن عمر است و امام حاکم هم روایت میکنه. بعدا می نویسد اسناده صحیح. بدترین فتنه‌ای که محمد رسول الله می فرماید: من در امت خود هراسانم، خوف دارم و می ترسم. او منافقی است که او علم زبانی داره، قرآن را یاد گرفته، اما قرآن را ذریعه جدال ساخته، قرآن را ذریعه شقاق و نفاق گردانیده، قرآن را ذریعه جنگ در جامعه ساخته. الله تبارک و تعالی ما را همچون نگردانه. یعنی که به قرآن تشبث بزنیم، این من حیث یک قانون الهی الله تبارک و تعالی بپذیریم، از جنجال و جنگ و جدال کناره جویی کنیم، با هم واحد باشیم. الحمدلله والمنه در افغانستان عزیز خصوصا و در آسیای میانه عموما مذهب حضرت سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفه النعمان علیه صحائف الرحمة والرضوان است.
اینجا همه مقلد سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یک مذهبی که 80% ملت اسلامیه تقلید از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنه. بیاییم که در این جامعه در این مذهب ناب اختلافات جاگزین نکنیم و کسی را وقت ندیم که جامعه ما را به طرف هلاکت ببره. ما کسی را وقت نمیتیم که در این جامعه گمراهی را ایجاد کنه و صراحتا میگویم، بعدم تصریح میکنم چون عادت ما هست. تل د ژوندي وي د اسلام د خپل دین علما، تل د ژوندي وي د اسلام د خپل دین علما، دا سپین پټکي او تور پټکي دا ګلمرین علما، دا حافظان دي پر اختیار د الهي احکامو، دا حافظان دي پر اختیار د الهي احکامو، تل د سرلوړي وي هر ځای محدثین علما. نعره تکبیر، نعره تکبیر. دوستان عزیز، آنانی که ما را به طرف افتراق میبرند، پسر و بچه را با هم می جنگانند، به خدا دلم به درد هست از اون سفیدی که 80 سال عمر داره، 7 دفعه حج بیت الله شریف رفته و نواسیش برش میگویه بابا جان از این شرکیاتی که تو داری توبه کن تا هنوز مسلمان نشده. زار زار میگیرست، از چشمایش اشک میروه. نواسیش که 15 سال داره، نو حافظ قرآن شده، اما در یک مدرسه‌ای که برای تخریب ایجاد شده. و پدر بزرگ خود میگوید تو مشرک هستی، تو کافر هستی، توبه کن. این ارمغان دیگره هست که به اینجا آورده است، ما را از هم میپیشانه. ما به مسائل وهابیت، با مسائل سلفیت و به این تحریک زبون مجسمه در افغانستان هرگز جا دادنی نیستیم. تاکه در وجود ما علما و مذهبیون یک قطره از خون هم وجود داشته باشه، ما جوانی و خون خود را فدای مذهب یا امام ابو حنیفه و دین محمد رسول الله علیه السلام میکنیم. پس اینا در این جامعه جای نداره. این اختلافات رفع الیدین، اختلافات آمین بالجهر، اختلافات قرائت خلف الامام، این مسئله آنقدر بزرگی نیست که ما یکی دیگر را بکشیم. اگر ما در مذهب خود بنابر ترجیح یک روایت صحیحه نمیپذیریم و ترکش کردیم، یک مذهب دیگر بنابر روایت ضعیفه و مرجوحه شاید سریع و عمل کنه. اما عقیده که اساس است، نجات دهنده است، فاقد اعتقاد فاقد جنت است، به جنت رفتن نمیتوانه. کسی که به خدا جسم ثابت میکنه، کسی که الله رب العزت را محل حوادث میدانه، کسی که نزول و عروج و حبوط را چون اجسام به خدا ثابت میکنه، هیچ عالم به این راضی نیست و این محض یک عقیده کفری است، با اسلام تعلق نداره. اگر خطا شدم مشاغر این علمای بزرگ هستم، خطایی مرا بگیرن و مرا اصلاح کنن، اما به افتخار میگویم اگر رجوع کنیم به تمهید امام ابی شکور سالمی، به تمهید امام ابی معین النصفی رحمت الله علیه که کتب اعلام اهل سنت در علم عقیده هستند، بیایم بیندیشیم. پس وهابیت در افغانستان گنجایش نداره. پنجپیری که تحفه پاکستان است، از او سرزمین به اینجا آمده، ما را به مسئله دعا و زیارت و اینا می جنگانه، اینجا گنجایش نداره. همچون یک مذهب و مسلک مزخرف شرکی دیگری که به نام برینویت یاد می شود که اونا به پیامبر علیه السلام اوصاف خدایی را ثابت می کنند، پیامبر را حاضر و ناظر می دانند، مختار کل می دانند و برای پیامبر علیه السلام علم کلی و ذاتی غیب ثابت می کنند. از جماهیر اعلام اهل سنت و جماعت برای انحراف رفتن در افغانستان عزیز جای نداره. این مسئولیت علمای کرام است که عوام را بفهمانیم و مقابله کنیم. به خدا علم. عالمان در فکر دین، رهبران در فکر پول، عالمان در فکر دین، رهبران در فکر پول، بود پاکش فاسقین هم پیروان امریکا، بود پاکش فاسقین هم پیروان امریکا. هست قانون اساس، فرمان قرآن و حدیث میزند با خاک در پوز و دهان امریکا.
میشه پوشیده گر شکام میکنم زد شکارش زهر جان امریکا. نعره تکبیر، نعره تکبیر. مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ برای کسانی که به نابودی دین اسلام آمدند. زنده باد علمای حق. در آخر یک پیشنهاد به علمای کرام هم دارم و شما هم یک تقاضا دارم. اگر علمای کرام در این نظریاتی که ما از خلال دین اقدس اسلام و تشریحات اعلام امت به پیش ما به عرض رسانیدم، اگر موافقه دارن ما یک تعهد به شما میسپاریم که ما همیشه دفاع از دین میکنیم. علم ما از برای حصول دنیای دنیه نیست. و شما هم یک خواهش دارم که برادروار از مقاصد و مطالب والایی که علما به شما میرسانه که تعلق به دفاع دین اقدس محمد رسول الله، ذات و حریم اقدس خود محمد رسول الله، مذهب ناب و پاک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و دفاع از این سرزمین پاک که خون شهدا در اینجا ریخته است، سرزمین علماست، مشایخ است، محدثین است، مفسرین است. آیا شما مردانوار دفاع میکنید و یا نمیکنید؟ اگر دفاع میکنید هر دو دستتان را بلند کنید. تا خون در بدن داریم ما از محمد رسول الله، از قرآن، از مذهب، از افغانستان دفاع میکنیم و یا الله بر تو تعهد میسپاریم. الله رب العزت شما را شاد و آباد داشته باشه. از خلوص دل خداوند متعال حضرت شیخ سے از خلوص دل بر روحانیت حضرت شیخ عبدالرحیم سے رحمت الله علیه ثوابی که بر این جلسه و خصوصا به بیان ما اگر مرتب می شود به روح او بزرگوار میسپاریم که شاهکاری کرده امروز فیضانشان جریان دارد. و همچنان برای حضرت ابوالفضل مخدومزاده گرامی تبریک میگویم. الله تبارک و تعالی شجاعت ایشان را برقرار داشته باشه. انشالله در پهلویشان هستیم. اولاد خود را وقتی این مدرسه کنیم و وقتی والی این مدارس بفرمایید که این مدارس سبب اصلاح جامعه، سبب ارتقاء جامعه، سبب ثبات، سبب صلح، سبب آرامی، سبب دین، سبب نفوذ شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم می شود. اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.